این سنگ مشکی رو میبینی، از عقیق مشکی بگیر تا الماس مشکی. الماس مشکی انواع اقسام سنگ مشکی که تو شاب سنگ مشکی، انواع اقسام سنگ مشکی اینجا میبینی شما. این نیست، همه اینا حتی شجر مشکی، شجر مشکیه. میبینیش سنگ شجر مشکی، آهن منگنزه و این پیرویت مشکی، عقیقه. یعنی انواع اقسام سنگای مشکی در اینجا کلا هست، همهشون با ارزشه. الماس، الماس مشکی سنگ. و دو تا سنگ دیگه دارم بی نظیر خاص باشم. و شجر مشکی، چنه شجر ایش سنگ شجره، سنگ شجر، شجر گلانگوریه. اینم شجر. این سنگ خیلی فرق میکنه با سنگ های دیگه. این شجر برفیه، گل برفی بهش میگه. اینم شجری. عقیق، آبدار، توپی، عقیق سلیمانی توپی. داخل این سنگا پیروید، عقیق، میشه اوت که عقیق، عقیق، عقیق. ببینیش عقیق سنگ بی نظیر خاص. الماس آسیاب، خالی وسطی سنگ هست، دیده میشه تو فیلم. اصلا سنگ های زیبا. شب سنگ سنگینه. اگه 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 اگه
نگاه. عقیق، شاب سنگ. سنگ فقط نگاه کن، کیف میکنی این سنگ نگاه کنی. اینا شجر گلناری بریده بشه قشنگتر معلوم میشه، ولی حالا میشه تو گردنی خوشگلی در بیاری. اینجاش قشنگ تمیز میشه، سنگ میگیرن میشه تو گردنی قشنگش در بیاری. انواع اقسام شجره من اینجا دارم ولی به هیچ کی نمیدمش، ولی در کل این سنگ همه فروشیه. اینم یه شجری که اینم یه شجری میبینیش، شجر گل بهار. عقیقی من غلط کرده بایی میگه عقیق. عقیقی من به خاطر تو یمن تو ایران نیسته یکم فاز برداشته. همین میبینی سوختگی هاشه. شجر فقط یه سنگی دارم نشونت بدم، پشم ریزم واقعا بی نظیر. نگه کلا این هم هست فسیل. ببینی گلا روش سنگ بی قشنگی زیبایی. و این هم شجر مشکی باید چیز بخوره، زیغل بخوره اینجاش چی میشه، بعد یکی توش قشنگ در میره. و بی نظیر ترین سنگ. اینا رو گم کن، اینا تا حالا شما دیده هیچ، فقط اینا. این شجره میبینی سنگ. الماس با اجازه خدا نگهدار.